سلام دوستان، روز و روزگارتون خوش. من صبا هستم، یک مسافری که این بار مسافر شهر لیما، پایتخت پرو. شهر بزرگ و صنعتی، در عین حال پر از جای دیدنی، پر از تاریخ، پر از فرهنگ، پر از باستانشناسی، پر از بازار، پر از مردم. همه چی اینجا، همه چی در همه. خلاصه دوست دارم تو چند روزی که اینجا هستم و اینجا رو میگردم این تجربه رو با شما به اشتراک بذارم. بریم ببینیم چه خبره تو شهر. آیا میدونستین یکی از قدیمی ترین مهاجرت های دنیا رو چینی ها از شرق به غرب انجام دادن؟ حدود 200 سال پیش یه عالمه چینی تصمیم میگیرن از کشورشون مهاجرت کنن بیان پرو، و اون موقع هم پرو به یه عالمه کارگر نیاز داشته برای کار تو مزارع و راه آهن و اینا، و باشون قراردادهای طولانی مدت میبنده. بعد از اونم چینی‌ها اینجا ساکن میشن، محله و در حقیقت منطقه خودشون رو ایجاد میکنن، کسب و کار خودشون رو میزنن و اینجا موندگار میشن. بریم ببینیم که امروز یک عالمه بازارگردی و خلاصه تو منطقه چینی‌ها میخوایم ببینیم که چه خبره. این سردر چوبی نماد محله چینی‌ها محسوب میشه. در حقیقت بازار چینی‌ها از همین سردر به بعد شروع میشه. یه خیابون طولانی و پهن و بزرگ که شامل دکه‌های ریز و درشت و مغازه‌های بزرگ و کوچیکه. همه دکه‌ها و مغازه‌ها رنگ و وارنگن، با تابلوهای رنگ و وارنگ فضای شادی رو کلاً تو این بازار ایجاد کردن. قسمت بزرگی از بازار هم که میدونین همیشه رستوران‌ها و خوراکی فروشی‌ها در حقیقت تشکیل میدن. اینجا می قسمت‌های غذای چینی‌ها رو در حقیقت میفروشن. شیفا یا چیفا غذای محبوب چینی‌هاست که اینجا تو پرو خیلی زیاده. یه خورده بومی سازیش هم کردن دیگه. یه پلوی مخلوط که با میگو یا ماهی یا مرغ سرو میشه. البته خوراکی‌های دیگه هم از چینی‌ها هست اینجا. حالا تا جایی که من یادمه موچی خوراکی محبوب ژاپنی بود. حالا ممکنه چینی‌ها هم طرح‌ها مختلف و طعم‌های مختلفش رو بزنن. دک‌های ریز و درشتی که اینجا می‌بینی، حالا ریز و درشت من میگم منظورم کوچیک و بزرگه. این دک‌ها همه چه می‌فروشن. یکیشون فال می‌فروشه، عروسک، وسایل تزئینی، دکوری، هر چیزی که فکرشو بکنین اینجا فروخته میشه. یه موضوع جالب این که روی تابلوها کنار اسم اسپانیایی یا انگلیسی تابلوها اسم چینیشون هم در حقیقت نوشته شده که جلب توجه میکنه تو این محله. الان پروییا و چینیا همه با هم اینجا رو دارن اداره میکنن. این مغازه هم دکورش رو تغییر داده، به خاطر هالووین تزیین کرده که مثلا یه خورده ترسناک باشه. ضمن اینکه این مغازه پر از خوراکی چینیه، از آب نبات و پاستیل و شکلات و چیپس و پفک‌های مختلف گرفته تا یه عالمه انواع نودل تو ظرف‌ها و شکل‌ها و طرح‌ها و خلاصه طعم‌های مختلف. می‌دونید دیگه نودل کلاً غذای محبوب چینی‌ها محسوب میشه. من از این فانوس‌های چینی خیلی خوشم میاد. یادم تو سفرم به چین می‌خواستم یه دونه‌شو بگیرم کوچیکشو، ولی خب حمل و نقلش و آوردنش به ایران خیلی سخت بود دیگه، کلاً منصرف شدم. آقا یه اعترافی بکنم، این مغازه یه آهنگ آشنایی داشت پخش میشد، خیلی خوشم اومد. واردش شدم و دیدم چه چیزای جالب و قشنگی هم داره. پر از وسایل دکوری و تزئینی داره و از این اسباب بازی‌های گوگولی مگولی و خلاصه اینا هم همشون با سر و دستشون دارن با مدرن تاکینگ همراهی میکنن. خیلی بامزه. اینم قوریای چینی که همه جا معروفن. و البته مرغای رنگ و رنگ و اینم لوازم آرایش چینی که باید تو خریدش احتیاط کرد به نظرم یکم، به خاطر اینکه ممکنه فیک باشه یا حالا چیز دیگه. این اکسسوری‌ها به نظرم خیلی آشنا هستن، انقدر که توی ایران تو مغازه و همه جا از اینا هستش، اینجا زیاده دیگه. اکسسوری چینی از گوشواره و انگشتر و گل سر و کش و خلاصه همه چی اینجا دیده میشه از اکسسوری‌های چینی. از این چیزای گوگلی هم واسه لوازم آرایش استفاده میشه. من اسمش رو یادم رفته، از این توپک‌ها، نمیدونم اسمش چیه.
خلاصه از لوازم آرایش در همین حد بلدم دیگه. اینم لاک ها و اودکلونا که باید مواظب بود فیک نباشه، نمیدونم، من خیلی نمیشناسم. اینم از این. خب من گفتم که امروز بازارگردی زیاد داریم. بازار محله چینی‌ها رو با هم یه دوری زدیم، ولی تو خود لیما هم یه سری بازارهای محلی هست که بیشترش دستفروشا اداره میکنن. در حقیقت بازارهای محلی هست که توی سری منطقه‌ها جمع میشن و یه عالمه دستفروش، یه عالمه مغازه و اینا هستش. هر چیزایی از هر چیزی که شما فکرشو بکنید اینجا پیدا میشه. مثل بازار شوشو و بازار سدسمان خودمون میمونه. در حقیقت خیلی شباهت داره، به خصوص آیتمایی که توش فروش میره. حالا میریم یه دوری هم اونجا میزنیم ببینیم چه خبر. همین پشت منم اگه نگاه کنید همینجا اصلا شروع میشه این دستفروش و اینا. حالا باز با هم میریم داخلش و این شلوغی و هیجان و فروش و همه چیز با هم یه نگاه میکنیم. خب من برای شروع از این بازارهای سرپوشیده شروع کردم. اومدم این بازار مسقف که پر از راهروهای مختلفه و تو هر راهرو یه مدل محصول فروخته میشه. مثلا تو این راهرو همه مغازه‌ها دارن از این مدل چیزا میفروشن. بنشنجات شامل عدس، لوبیا، نخود، کشمیش، دیگه گردو، انجیر خوش شده، کلا میوه‌های خوش شده، سویا، آجیل و اینا و البته قهوه. این خانم داشت ظرف قهوه رو جابجا میکرد و بوی قهوه کل فضا رو گرفته بود. وارد یه راهرو دیگه میشی و بالاخره یه عالمه میوه‌های مختلف اینجا هست. تنوع میوه‌ها اینجا خیلی زیاده، بعضیش هم خیلی ارزونه. انجیر، توت فرنگی، آووکادو، انبه، نارنگی، سیب مثلا اینجا خیلی گرونه. کیوی خیلی گرونه، موز و نارنگی و بقیه چیزا تقریبا به نسبت ارزونه. انگور هم اینجا خیلی تنوع خوبی داره، میوه مورد علاقه منه. دیگه چی داریم؟ میوه‌های استوایی هم اینجا تنوع دارن، خیلی هم گرون نیستن. انگور و بازم انگور. وارد یه راهروی دیگه که میشم، اینجا پر از وسایل یه بار مصرفه. ظروف یه بار مصرف، لیوانای رنگ و رنگ، طرح‌های مختلف. کلا اینجا خیلی پلاستیک استفاده میکنن که برای مهمونی‌ها و جشن‌ها ایناشون احتمالاً زیاد استفاده میکنن. و رستوران‌های مختلفی که اینجا توی این بازار سرپوشیده هست، اکثرشو خانم‌ها اداره میکنن. غذاهاش هم به نسبت خیلی آنچنان کیفیتی نداره ولی بدم نیستش. غذاهای محلی و بومی خود لیما سرو میشه. رو تخت وایت بورد اسم غذاها رو مینویسن و قیمتاش هم میزنن معمولا. در ادامه وارد فضای دیگه شدم تو خیابون که دست فروشا وسایلشون رو برای فروش گذاشته بودن. مثلا اینجا لباس میفروختن، اینجا خوراکی میفروشن از این حالت پیراشکی بامیه توراس، اینجا از این خنزر پنزرا. اینا یخ در بهشته، آب میوه هایی که به شکل یخ در بهشته و اون آب بلال سیاهه، اسمش مراده. گفتم شبیه بازار سدسمان و شوش میمونه. هر چیزی که فکرشو بکنید اینجا پیدا میشه. ایشون عود میفروخت ولی واقعا عوده بوی خوبی نمیداد، از این عودای دستساز بود. نمیدونم، به نظر من که بوش خوب نبود. از این ماشینای کوچولو و کلا ماشینای دکوری و تزیینی من تو تهران هم زیاد دیدم مغازه‌ها میفروشن. و اینجا که وسایل چوبی و خیلی طرح مختلفی داشت و به نظرم خیلی قشنگ بود. یه چیز جالب این که اینجا میوه ها رو به صورت تیکه تیکه شده میفروشن. آقای بهم تعارف کرد، گفتم مرسی نمیخورم. بعد این خانومه ازم پرسید where are you from. من استوب کردم فیلمو. این میوه اسمش کنبس، اینطوری تیکه تیکه شده میکنن و تو ظرف سرو میکنن. نه فقط این میوه های دیگه هم هستش که اینجوری فروخته میشه. مثلا نارگیل، ایشون نارگیل رو تیکه تیکه کرده و میفروشه. برای کسایی که خب بازارگردی میکنن یه تنوعی داره دیگه که خوراکی تست میکنن. اینم یه مدل انبه کال بود. اینم آب بلال سیاهی که گفتم همونجا، مراد اسمش. اینام یه مدل خوراکیجاتی بود که با جوی پرک و مارمالاد و اینا درست میکردن. من امتحان نکردم. و اینم چوروس، پیراشکی محبوب لیما که واقعا خیلی خوشمزه است. و البته کبابی خیابونی، دل و جیگر و دنبه و از این چیزا.
ایشون هم پوست نیشکر رو میکنه و خورد میکنه، تیکه میکنه و تو نایلونای کوچولو کوچولو میفروشه. در حقیقت این صدایی که میشنوین صدای بلندگوهاییه که دوستان عزیز به کاریشون وصل کردن، صداشون رو ضبط کردن که محصولشون رو بفروشن. واقعا خیلی صدای زیادی بود. واقعا در نگاه اول آدم فکر می‌کنه تظاهراتی، اعتراضاتی چیزیه، ولی بعد می‌بینی این از صدای بلندگوهاست. سرسام گرفتیم، یه ذره موسیقی خوب گوش بدیم. و در انتها یه نونوایی پیدا کردم که داشت نون پخت میکرد. نونه که بیشتر اینجا پخت میشم نون باگته دیگه، انواع اقسام نون باگته. و کنارش یه قنادی و کافی شاپ هم بود که انواع اقسام شیرینیجات و کیک ها و اینا هم بود. خب کیک های خود خامه‌هاش مصنوعیه، اون شکلی که فکر میکنین طعم خوبی نداره. من تست کردم و خیلی خوب دوست نداشتم، ولی به هر حال برای اینکه خستگی پیاده روی بازارگردی از سرم در بره خوب بود. خب آقا ما یه عالمه بازار و جای دیدنی و اینا رو دیدیم که شروع خوبی بود برای اینکه شهر لیما رو یه کوچولو بشناسیم، ولی داستان ادامه داره. لیما با چند تا بازار و اینا تموم نمیشه که، یه خیلی بزرگه، خیلی جای دیدنی داره. دوست دارم که جای بیشتری رو که دیدم با شما به اشتراک بذارم، به خاطر همین ویدیو ادامه داره. این ویدیو نه، ولی تو ویدیوهای بعدی باز دوباره در مورد لیما و جاهای دیدنیش بیشتر صحبت می‌کنیم. مرسی که با باد صبا همراهید.